بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فتح. این سوره را به نام سوره فتح یاد میکنه. سوره فتح. فتح کامیابی را میگه، کامیابی بزرگی که نصیب مسلمانان شده الله تبارک و تعالی از او یاد میکنه. در پشت سر این فتح کدام دستورات مهم که درسای عظیم برای آینده ماست، آینده همه مسلمانان تا روز قیامت است، او هم در این صورت برای ما باز میشه. مراد از فتح چی است؟ مفسرین کرام مختلف نظریات داره. کسی فتح مکه را میگه، کسی مراد از فتح واضح کرد ترقی و مطلق غلبه و تسلط مسلمانان را در تمام زمان میگه. لیکن بهترین راجحترین قول است که مراد از فتح صلح حدیبیه است. از همون خاطر این سورت به نام سوره فتح یاد میکنه، به خاطر امرای صلح حدیبیه فتوحات خیلی زیاد بستگی داره. 111 سورت است در نزول خود که قبل سوره مائده و بعد سوره جمعه نازل شده. قطع سورت ما قبل هم ارتباطش است، در اونجا امر به قتال بود، در اینجا بشارت بالای فتح که جهاد شروع کردی الله تبارک و تعالی فتح را نصیبت میکنه. یا در اونجا 18 صفت مؤمنان الله تبارک و تعالی و 18 صفت کفار و 18 صفت منافقین ذکر کرده بود، در اینجا برای شجاعت دادن و او صفتایی که سبب رضامندی الله شده از مؤمنان را ذکر میکنه. یا 18 صفت است، 18 صفت مؤمنان است که سبب رضامندی کی گشته؟ الله تبارک و تعالی. موضوع مرکزی از این سورت بیان عظمت و قدر و قیمت شخص و وجود پیغمبر علیه السلام، از فرمانش، از امرش. چرا؟ به خاطر که این در حالت صورت میگیره که یک عالم پریشانی در قلب مؤمنا وجود داره، یک عالم تشویش در قلب مؤمنا وجود داره. الله تبارک و تعالی برای اطمینان و سکون دادن قلب مؤمنا این صورت روان کرده. از همون خاطر در ضمنش معلوم میشه که پیغمبر چقدر عظیم شخصیت است، قطع از او چی معامله شود، چی حق سر ما داره، ما چی باید بکنیم در موردش. قبل از اینکه ما و شما این صورت ترجمهش شروع کنیم، فقط نقشه مختصر صلح حدیبیه را پیش میکنیم که چرا این را فتح مبین الله تبارک و تعالی یاد کرده. پیغمبر علیه السلام خواب دیده بود که با یک تعداد از صحابه کرام به نیت عمره روان میشه و داخل حرم میشه، مراسم عمره را انجام میده و سر خود تراش میکنه. به خاطر از اینکه خواب پیغمبر خو حتما راست است، این واقعه را با صحابه کرام شریک کرد. آنقدر ولوله و شوق صحابه برخیست که پیغمبر علیه السلام وادار کرد که حرکت میکنیم برای ادای عمره. خود خواب اینطور معلوم نبود که امسال یا دیگه سال، تنها در خواب الله تبارک و تعالی برش نشان داده بود که تو در مسجد حرام داخل میشی. مراسم عمره برای مسلمانان بسیار خوب معلوم میشد. از یک طرف از جنگا خسته شده بودن، این یک نوع برشان یک جلوه دادن شوکت مسلمانان بود، چرا که با یک تعداد عظیم تقریبا 1400 نفر یا 1500 نفر با پیغمبر علیه السلام در عمره میره. یک نوع مانوره هم بود در مقابل کفار. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام زمانی که حرکت میکرد برای ادای عمره اعلان کرد عمومی که کلگی باید برای. صحابه کرام تقریبا اکثریتشان برآمدن، با جز از کسایی که معذور بود دیگه کسا باقی نماند. تنها از منافقین در هر طرف بانه و بانه جویی کردن که پشت سر بخیر حالات ازوار قرآن برای ما بیان میکنه برآمدن. پیغمبر علیه السلام در وادی عصفان رسیده بود که اول به مشرکین مکه آمد. مشرکین مکه جمع شدن، در بین خود مشوره ها را شروع کردند. پیغمبر علیه السلام که در مقام حدیبیه رسید، در همینجا قیام کرد، همینجا پایین شد و میخواست حالات کفار را معلوم بکنه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام یک نفر صحابی را روان کرد در پیش کفار که قطع از گپ بزنه، معلومات بگیره که آیا پیغمبر علیه السلام میمانه یا نمیمانه. از همون خاطر از طرف مشرکین مکه اول عروه ابن مسعود ثقفی رضی الله عنه که پسان صحابی است ایمان آورده، او آمد با پیغمبر علیه السلام سخنان را شروع کرد. عروه ابن مسعود رضی الله عنه صحابه را دید. هنگامی که پیغمبر علیه السلام وضو میکرد،
آب وضوی پیغمبر علیه السلام در زمین نمی رسید. صحابه می گرفت او را در جان خود می مالید. این را میگه تبرک به آثار پیغمبر. تبرک به آثار پیغمبر ثابت است. این بالکل درست است، چرا که پیغمبر علیه السلام معصوم است، آثارش قابل برکت جویی هست. اما برای دیگرها این تبرکات حاصل نیست که پشت سر در قصه براتان بیان میکنم در کدام زیر درختی که بیعت شده. در اون مورد بازی گپم میگیم. عروه ابن مسعود ثقفی که حالات دید، وقتی که پس رفت در قوم خود، برشان گفت که ای مردم، ای قوم، به الله قسم، ما در پیش پادشاه کسرا روم و چیستا یمن سریازیا داخل شدیم، خو قومی را ندیدیم مثل قوم پیغمبر علیه السلام واره که اینقدر عظمت و بزرگ داشت در قلب ازیا امو پادشاهشان داشته باشه. صحابه حتی آب وضوی پیغمبر علیه السلام در زمین نمی گذاشتن، آنقدر فرمان بردار و مطیع بود که هیچ پرسان نکو. ما اینطوری قوم ندیده. و ای اول برد پیغمبر علیه السلام برش گفت که ما برای ادای عمره آمدیم، از امو خاطر شمشیرها فقط قطعه مسافر ضروری است، برای مسافرت آورده میشه، ما نیت جنگ نداریم. هدایا را شترا را قی خود آورده بود برای ازی که معلوم شود که این طرف حرم میره، از او خاطر ما را بگذاره که ما مراسم عمری خود انجام بدیم، باز پس حرکت میکنیم، مسئله جنگ نیست. ای که پس رفت قوم باز عروه گفت که پیغمبر برای اینی هدف آمده، بگذارشه که ای چی بکنه، مراسم عمره را انجام بده، ما و شما مانع نشویم. لیکن قوم نپذیرفت. قوم گفت ما به هیچ وجه ای را عار میدانیم، ننگ میدانیم که این پیغمبر بدون اجازه، بدون مشوره حرکت کرده و امروز به این شان و شوکت مراسم عمره را انجام بده. در چهار اطراف واضح دید میشه که کفار مکه، دور بری مکه کلشان بی غیرت شدن. از او خاطر ما نمیپذیریم. ورقه یک کسی را به نام بدیل ابن ورقا میگه، ای را روان کردن در پیش پیغمبر علیه السلام. او هم آمد در اینجا قطع پیغمبر علیه السلام گفتگو کرد. پیغمبر علیه السلام هم چی کرد؟ این گپارا کلش پس مثلی که همون گپارا به عروه ابن مسعود گفته بود با ایام گفت. ایام که پس رفت، ایام به مردم همی توصیه را کرد که خب برای ادای عمره آمده بیایی که بگذاریم. خب مردم چی بود؟ نمی گذاشتن. در اینجا پیغمبر علیه السلام عمر رضی الله عنه را تعیین کرد که برو با اهل مکه سخن بگو. در اول عمر رضی الله عنه گفت یا رسول الله، مردم تو میشناسی که قطمه چقدر سختی داره، مرا خود تو میشناسی، هر کدام علایده قطمه دشمنی داره، بهترین شخص برات نشان ندم که احترام قابل عزت در بین امی مردم باشه. گفت کی؟ گفت عثمان رضی الله عنه. پیغمبر انتخاب کرد، عثمان رضی الله عنه رفت اونجا. اهل مکه، امی مشرکین مکه به عثمان رضی الله عنه اجازه داد، گفت برو طواف تبکو، احرام باز کو. او گفت تا که پیغمبر علیه السلام طواف نکرده من طواف نمیکنم. خود این سخنا و گپا یک چیزی وقت تیر شد، آوازه شد در بین لشکر مسلمانان که عثمان رضی الله عنه را کفار شهید کرده. امو بود که پیغمبر علیه السلام در زیر یک درخت چیشت و صحابه را طلب کرد، بیعت میگرفت. بیعت چرا میگرفت؟ یا خود کلش به نیت عمره آمده بودن. اینجا جنگ اگر در میگرفت در منطقه کفار در میگرفت، این جنگ بسیار جنگ خطرناک میشد. از یک طرف مسلمانان در موقعیت وطن دشمن قرار داره، از طرف دیگه سلاح‌های ورزیده پیششان نیست. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام برای از اینکه مورال مجاهدین قوی باشه و در اینجا اینطور کسی پیدا نشود که فرار بکنه، فرار سبب شکست لشکر میشه، بیعت گرفت از صحابه کرام. در روایات مختلف بیعت ها آمده، کسی بیعت به جهاد کرد، کسی بیعت به نگریختن کرد، کسی بیعت به مرگ کرد که تا شهید نشدیم از این جای نمیرم. اینی را به نام بیعت یاد میکنه. پیغمبر علیه السلام دست با دست صحابه میداد، این را به نام بیعت یاد میکرد که بیعت اصل عهد و پیمان میگه. عثمان رضی الله عنه موجود نبود. پیغمبر علیه السلام یک دست خود بالای دست دیگه ماند و گفت که این دستی کی باشه؟ عثمان رضی الله عنه باشه. از همون خاطر این چیستا عظمت عثمان رضی الله عنه در اینجا معلوم شد. بعد از او چیستا عثمان رضی الله عنه آمد که زنده است و چی نکرده بود. دینم اینجا 200 نفر یمی مشرکین از راه دیگه آمدن که پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله ناگهان به قتل برسانه. صحابه کرام پیش از او واقف شدن، امی کل نفرا را گرفت، باز اینجا بسته کردشان آورد، لیکن پیغمبر علیه السلام کلشان را رخصت کرد. خب خلاصه سخن است که مردم بسیار پافشاری کردن اهل مکه که ما گذاشتنی امسال نیستیم. امی بود که با پیغمبر علیه السلام به در صلح پیش آمدن، گفتن ما صلح میکنیم. صلح
با بسیار مواد صلح شد. یک موادی بود که تقریبا جنگا خاتمه بیابه، در بین ما و شما یک صلح دائمی صورت بگیره، تعارض نباشه. مردمای اطراف عربستان هر قوم و قبیله آزاد است که با شما میپیونده یا با مسلمانان میپیونده. ایام صلح شد. دیگه است که سال آینده برای مدت 3 روز پیغمبر بیاید، اینمی رقم در لباس احرام بدون اسلحه و اینجا عمره خود ادا بکنه او پس بره. امسال نه، امسال بعد پس بره، اینجا هر جای که رسیده همونجا خود حلال بکنه و پس بره. دیگه اگر کدام اسیر از طرف مکه کدام اعلام میشه بدون اجازه اولیاء و خانوادش و به پیش پیغمبر میرسه ایمان میاره، او آدم پس در خانوادش باید تسلیم شود. نعوذ بالله اگر از مسلمانان کسی مرتد میشه او پس گردانیده نمیشه. یقینا که بعضی شرایط صلح بسیار ناگوار بود، از همون خاطر که عمر رضی الله عنه یک درو همینطور زمین برش جای نمیداد که چرا این شرایط پذیرفته شود. ابوبکر رضی الله عنه برش میگفت که بگذار، پیغمبر علیه السلام کارا میکنه. خصوصا وقتی که سهیل ابن عمرو آمده بود که می فرمان صلح امضا میشد، که وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نوشته میکرد او را نماند، که وقتی گفت که این پیمان است از جانب محمد رسول الله، گفت ما که رسول الله تو را قبول کنیم چی نیاز داریم باز در جنگ. باز پیغمبر علی رضی الله عنه گفته بود که نوشته کو، او را گفت که گل کو، گل نکرد. خودی پیغمبر امو رسول الله را واحد کرد، گفت نوشته کو محمد ابن عبدالله. باز اینمی شرایط صلح را مکمل دی گنجانیدن. اینمی بود که پیغمبر علیه السلام امر کرد به صحابه که آلی خو ما و شما بند شدیم، سرا را تراش میکنیم، قربانی ها را حلال میکنیم و اینطور کسا را به نام محصرین یاد میکنه، یعنی بند شده از مراسم حج و عمره. در هر جایی که بند میشه کسی امونجا هدیه را ذبح میکنه. پیغمبر علیه السلام که امر کرد صحابه خیلی دل نادل طرفی گپ میرفتن. چرا؟ صحابه میگفتن یا ما به کدام نیت آمدیم مقصد هم نشد. شرایط هم اینطور شرایط مانده شد که بسیار چی است؟ خنده آور است. ما بیخیمو بیغیرتی ما نمایان میشه. بسیار گپ چی بود؟ ناگوار بود. از او خاطر قرآن کریم اینجا بیان میکنه که الله باز چطور اطمینان و سکونه در قلب صحابه انداخته. صحابه چطور چیست متانت و استواری را پیدا کرده. از همون خاطر که امر شد به تراشیدن سر هیچ کس آماده نبود. ام سلمه رضی الله عنها که مادر مؤمنان قتی پیغمبر اسلام در سفر شریک بود، وقتی که داخل شد آثار غضب در چهره پیغمبر مشاهده کرد. گفت یا رسول الله چرا؟ گفت امر میکنم مردم قربانی نمیکنن. عذرخواهی صحابه را کرد، گفت ای پیغمبر سری از وقت کار نشو و آمده بودن که عمره بکنه، آلی بدون در مقصد و هدف رسیدن پس گشته. ای برشان بسیار واخو غیرت. واخو میگفتن که در جهالت ما تابعداری و تابع از یا نمیشدیم، آلی که الله ایمان بر ما داده ما چطور بر از یا تابع شیم. از او خاطر تو یک کار بکن، اول برو خودت سر تراش کو، بعد از او صحابه. اینی مشوره را ام سلمه رضی الله عنها داد. پیغمبر اسلام برآمد صداقت صحابی را دیگر سرش تراش کرد که صحابه دید که پیغمبر سر تراش میکنه. بعد از او هر کس دویدن شروع شد و سرا را تراش کردن. که پشت سر اینمی صلح چقدر کامیابی هاست، چقدر رازها نهفته است الله میدانه که علی بر ما بیان میکنه. اما در ظاهر یک نوع شکست بود برای مسلمانان. از همون خاطر بود که بیعت صورت گرفت، اما فایده های از این خیلی زیاد بود. الله تبارک و تعالی یادی بیعت امی صحابه را تا روز قیامت نگاه کرد. امی موقع می اثر شد، وگرنه مدح صحابه کرام در کل قرآن کریم به این طور صراحت هیچ جای نآمده مثل که اینجا آمده که لقد رضی الله عن المؤمنین. الله اعلان رضامندی خدا میکنه. یکی دوم در حدیث آمده کسایی که در اونجا دستش با دست پیغمبر خورده و بیعت کرده یک کشم در جهنم نمیره. در حدیث صحیح آمده. او اینجا فضیلت و مقام صحابه معلوم شد. دوم در زیر کدام درختی که بیعت کرده بودن، بعد از او چیسته بعضی مردم ها در زمان عمر رضی الله عنه می آمدن در زیر او درخت نماز می خواندن. خود درخت همو درخت نبود و گم شده بود. چرا که سعید ابن مسیب رحمت الله علیه که تابعی جلیل القدر است میگه که پدر امام دمی بیعت بود. او گفت که ما دیگه سال که آمدیم او درخت نشناختیم. خب مردم همونطور به زعم خود یک درخت مقرر کرده بودن در زیرش نمازا میخواند. عمر رضی الله عنه امر کرد او درخت هم قطع شد، به خاطری که از اینی تبرک جستن یک وقت مرکز شرک جور میشه. دین اینقدر دینی باریک است و اینقدر دینی بیدار است
که اینمی عمل آینده از روی جهالت آخر به مو درخت مردم چی میکنه؟ سجده میکنه. آلی در او زمان صحابه کرام قدر حساس بود که شرک پیدا نشوه، تبرکجویی دامنش وسعت پیدا نکنه. او خوب تبرک از خودی پیغمبر بود، نداره درخت خود قابل تبرک نیست، از او خاطر امر به قطع درخت کرد. تعجب در اینجاست که امروز کسایی که خود مدعیین سنت رسول الله و محبت با پیغمبر میدانه، خود از مقام پیغمبر کده بالا میتراشه. آلی جای پیری که تا آلی را کلمه خودم درست ترجمه نمیتونه، جای ملنگای گمراه واره جای خویش آثار تبرک جور کرده، چشمش آثار در کدام جایی که او زندگی کرده آثار تبرک است، در قبرش آثار تبرک است، درختی که اونجا سبز کرده او آثار تبرک است. کلش چه حالت نادرستی در دین است. نعوذ بالله. مردم چه حال شروع کرده؟ تبرک جستن از آثار غیر پیغمبر قطعا درست نیست. چرا؟ اگر درست می بود ابوبکر رضی الله مقام بلند داشت، بعد از او عمر، بعد از او عثمان، بعد از او علی، بعد از او عشره مبشره، بعد اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان رضی الله عنهم، کلی از یا قابل تبرکات بودن، لیکن از یک جای نقل نمیشه که از صحابه کسی تبرک گرفته باشه. این مردمای بدبخت مبتدع فیلی هست که هر کس صاحب تبرک میدانه و هر جایش بری خود برکت شمار کرده رایسته. این قطعا درست نیست. اسلام قطعی همچو خرافات مبارزه میکنه، مردم به شرک کشانده رایسته. امروز بری پنجه چینارا لطه دیش بسته شده، میخ دیش چوکیده شده، آلوچک دیش انداخته شده، عجیب کارا مردم میکنه. این کلش نادرست، ناروا، خرافات است، در دین وجود نداره. صلح حدیبیه آلی چی کامیابی در پشت سر خود داشت؟ بزرگترین کامیابی در صلح حدیبیه ای بود که به مسلمانان موقع رفت آمد میسر شد، راه دعوت آزاد شد. مسلمانایی که در مکه مکرمه مستضعف بودن وام به انجام مراسم اسلامی آزاد شدن. آلی تبلیغاتی که علیه اسلام میشد، مردم یکی با دیگه که آمدن نزدیک شدن با مسلمانا، او تبلیغات زمینش بالکل از بین رفت. چرا؟ حقانیت و واقعیت دین به مردم واضح شد که مسلمانا کدام مردم است، چی قانون داره، کدام طرف ما را دعوت میده. مسلک عالی است. عالی از دور ترجمه قرآن کریم ما آنقدر تبلیغات شده که یک آدم اگر میاد یک دقیقه میشه استاد نمیمانه، میگه فکری مرا خراب نکنه. خو لیکن اگر زمینه مساعد شوه به کسی که اینجا بشینه قرآن بشنوه، اونجا میدانه که اصلی واقعیت کجاست. در حقیقت امو تبلیغاتی که صد رای مردم شده بود که حتی به قرآن شنیدن آماده نبودن، با مسلمانان نشستن آماده نبودن، از مزایای اسلام هیچ آگاهی نداشتن، یک دم قطع اختلاط مسلمان و کافر، رفت و آمد، معاملات، یک دم اسلام امو چهره واقعی خود به مردم نمایان کرد. امو بود که بعد از او زمینه گسترش اسلام شروع شد. مردم می آمد تعهد میکرد با پیغمبر، خطا را روان کرد پاچه گروپ مردم ها از هر طرف از ناحیه‌های دور آشنایی پیدا کردن، آمدن اسلام آوردن. امو بود که بعد از او هیچ موقع مقاومت برای کفار میسر نشد تا اینکه در سال 8 هجری پیغمبر علیه الصلوة والسلام مکه را فتح کرد. قرآن امی صلح حدیبیه را به فتح مبین تعبیر میکنه. فتح مبین بود. چرا؟ به خاطر که پشت سر ازی بسیار مفادات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی برای مسلمان حاصل شده. قرآن هم از امو یاد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. ان فتحنا، یقینا ما فتح کردیم، یعنی غلبه دادیم، لک برای تو فتح مبینا، به غلبه که بالکل واضح و ظاهر است. آثارش آینده صحابه کرام دیدن، فهمیدن که بالکل در پشت سر اینمی طور چیز صلح چقدر ثمرات برای مسلمان ها بود. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، که بخشش کنه الله برای تو آن چیزی که او کوتاهی هایی که پیشتر شده از کوتاهی و تقصیرات تو، و ما تأخر آن چیزی که پشت سر است، و یتم نعمت و تمام کنه نعمت خدا الله علیک بالای تو، و یهدیک رهنمایی کنه تو را صراط مستقیما، رای برابر، و ینصرک الله نصرا عزیزا، و امداد کنه امرای تو الله تبارک و تعالی به امداد کردن قوی که شکست ناپذیر باشه. تعجب خود در اینجاست. فتح مبینه که فتح صلح حدیبیه است. الله تبارک و تعالی میگه ثمری فتح 4 چیز است.
مغفرت کردن آن چیزی که پیش تیر شده یا پشت سر باقی مانده یکی. دوم هدایت کردن راه مستقیم، اتمام نعمت خود الله بالای تو بکنه. چهارم تو را نصرت کنه به نصرت شکست ناپذیر. از همون خاطر مفسرین کرام میگه که اول این ارتباط به فتح مبین چی داره، به صلح حدیبیه چی داره؟ مغفرت برای پیغمبر علیه السلام. مفسرین کرام میگه اینجا مغفرت خود سبق گناه را میخواه، پیغمبر گناه نداره. چطور میگه ما تقدمه و ما تأخره گناه تا بخشش میکنه؟ جواب میگه لیغفر لك الله لیحفظ لك الله ما تقدم من ذنبك، که الله تو را حفاظت کنه از آن چیزی که پیش تیر شده، یعنی پیشم تو را حفاظت کنه که در گناه واقع نشوی، و ما تأخره آیندم تو را حفاظت میکنه. اینجا غفران منظورش حفاظت کردن، ام پیش است ام آینده است. یک ترجمه. دوم ترجمه لیغفر لك لامتك، که بخشش کنه الله برای امتی تو و گناهایی که پیش تیر کرده، و من ذنب امتك و ما تأخره که پشت سر باقی مانده. دیگه توجیه لیغفر لك الله ما تقدم، که بخشش کنه الله برات امو خلاف الاولا، کارهای خلاف الاولا که برای به نزد دیگه مردم نیکی شمرده میشه، خود شان پیغمبر نیکی شمرده نمیشه. او را که او را تقصیرات و کوتاهی ما میگیم، او کوتاهی ها را پیش تیر بکنه، و آن چیزی که تأخره پشت سر است، پشت سر هم اگر میه الله معاف میکنه. لیکن یک توجیه دیگر را مفسرین میکنه و بهترین توجیه است، ضرورت به این جوابا نیست. کدام است؟ زمانی که هرگاه دعوت دین شروع میشه، یک کسی برای حق دعوت میده، در مقابلش پندارها، تخمینها، گمانهای متنوع پیدا میشه. هر حرکت و گفتاری امی آدم مردم یک دم به اتم فکر میکنه و ایرانی فکر میکنه. مکمل مردم تبلیغات شروع میکنه. تبلیغات که شروع میکنه کی نمی تبلیغات از تو دور میشه؟ زمانی که در عمل ببینه که واقعا حرکت و گفتاری تو برای ویرانی و چیسته، برای ویرانی و تفرقه و نفاق نبوده، بلکه یک دم نعمت بوده، وحدت بوده. این میگه پا بوده. پیغمبر علیه السلام زمانی که دعوت دین شروع کرد، در مقابلش آوازه ها و تخمین ها و پندارهای متنوع وجود داشت. میگفت پیغمبر آمده دینی ها بار از بین برده، تفرقه در بین بچه و پدر پرتافته، قوم با هم شک کرده. یک عالم تبلیغات بود، پندارها بود. در آینده این همی رقم پندارها امکان داره که در مقابل موجود باشه. خو همی پندارها توسط چی محو میشه؟ زمانی که پیغمبر علیه السلام صلح حدیبیه را کرد، مسلمان قطع کافر در یک مجلس نشست، از نظریات یکی دیگه خبر شد، تمام تبلیغاتی که در مورد پیغمبر شده بود کلش مزمحل شد، از بین رفت، کلش غلط برآمد. آلی آینده مگر امی رقم پندارها موجود می بود، امو هم دیگه زمینه برش بگو مساعد نشد که طور پندارهای دیگه موجود باشه. ما تأخره اینمی را میگه. آلی هم همیطور است، ما و شما اینمیطور است. در مقابل دعوت ما چی میگن؟ وابیا پیدا شده، تفرقه آورده، مذهب قبول نداره، بچه را از پدر جدا کرده. همیطور است یا نیست؟ همی پندارها که از بین میره؟ بگوی که یک دفعه عملا اینمیطور کامیابی برای ما و شما حاصل شود که مردم باز خواب ببینه که این خود کلش تبلیغات بود، این خود کلش خیالات و نعوذ بالله نظریات تهمتا بوده. اصل حقیقت خود دیگر رقم است. اینجا گناه مراد نیست، گناهی که به نزد عوام است، به نزد مردم است. به نزد مردم آلی عمل کردی ما را کلش گناه میدانه نمیدانه؟ ملا صاحبان ما را میگه تو تفریقه را پیدا کردی. این کلی عمل کرد و کوشش و ترجمه قرآن ما را چی میدانن؟ بگه گناه میپنداره. قرآن اونمو را محو کرد. در مورد اسلام که کدام شبهات بود مکمل شسته شد. چرا؟ قطع صلح حدیبیه مردم آرام زندگی کرد، با هم زندگی کرد، حقانیت اسلام واضح شد. آلی دیگه آیت همیطور است، لیغفر لك الله، که بخشش کنه، محو کنه برای توی پیغمبر علیه السلام الله ما او پندارهایی که مردم او را گناه میدانه در مورد تو تقدمه که پیش تیر شده، من ذنبک، از گناهایی که وا فکر میکنه در حق تو. اگر نه خود چی نیست؟ او گناه نیست. و ما تأخر، او پندارهایی که در آینده در مورد تو صورت میگرفت کلش توسط صلح حدیبیه محو کرد. و یتم نعمته، تمام کنه نعمت خدا علیک بالای تو. و کدام نعمت است؟ که مردم گروپ در اسلام داخل میشه، اسلام قوت میگیره، از جنگ بیغم شده ای، صلح شده، آلی تو در دعوت شروع کرده ای، مردم یک دم بگه معلومات دین حاصل کرده. این اتمام نعمت است.
و یهدیک هدایت کنه تو را صراط مستقیما. و هدایت کدام است؟ برنامه های اسلام عالی عملی میشه، کلگی به روحی آرام، به اطمینان و سکون عالی احکام اسلام عملی میکنه. هر قدر که برنامه اسلام عملی میشه امو قدر هدایت چی میشه؟ قوی میشه. بعد از او که مسلمانان هدایت شد، نعمت الله تمام کرد و این پندارها از بین رفت، خود به خود چی است؟ نصرت است. و ینصرک الله، نصرت کنه تو را، کمک کنه الله نصرا عزیزا، به کمک شکست ناپذیر. عزیز که فرمان الله دور دادن نمیشه. اینجا امو چیستا نصرتی بود که بالکل واقعا شکست ناپذیر بود. الله سر یک صلح حدیبیه 4 نعمت 4 چیستا موهبت و بخشش الله سر پیغمبر کرد. هو الذی، پروردگار ذاتی است، انزل السکینه، که روان کرد اطمینان و آرامش فی قلوب المؤمنین، در دلای مؤمنا، با وصفی که خلاف طبع بود شرایط صلح حدیبیه. حالات ناگوار در مقصد هم نرسی، از اونجا حرکت کردی از مدینه، آخرا مراسم عمره را انجام نده و شرایط صلح مان قدر ناگوار که دلت اج نمیپذیره. لیکن الله تبارک و تعالی در قلب از یا چطور آرامش پیدا میکنه؟ صحابه که یک دم در حالت استراب و پریشانی است، الله چطور آرامش میاره؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، که زیاد کنن ایمان امرا ایمانشان. بیعت جهاد میکنه این مردم، عملا برنامه عملیشان عالی زیاد میشه، چرا که مصروف جنگ منگ نیستن. عالی برشان واضح شد که ایمانشان دیگه زیاد شد. چرا؟ ایمان عبارت از پیش برد امی برنامه عملی دین است. برنامه عملی دین دیگه زیاد شد، دیگه عملی شد، از او خاطر ایمانشان زیاد شد. معلوم شد که در ایمان زیادت میاد، نقصان میاد. و در این مورد امام بخاری رحمت الله علیه آیات را آورده، احادیث آورده، رد کرده به کسایی که به زیادت ایمان قائل نیست، مثل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. خب قولش بسیار ضعیف است از امام ابو حنیفه و مراد از زیادت محکمی ایمان میگیره. لیکن قرآن خودش میگه لیزدادوا ایمانا، که زیاد کنه ایمان امرای ایمانشان. بعد از او اگرچه شرایط صلح ناگوار بود، پس از او که میدیدن که چقدر مردم قطیازه نشست برخواست میکنه، رو به اسلام میاره، مزایای اسلام واضح میشه، اطمینان و سکون در قلب چی مجاهدین و مسلمان ها پیدا شد که ما خو ایره بدبختی به خود فکر میکردیم، خو یک دم چی شد؟ بگه نیکبختی شد. ولله جنود السماوات والارض، خاص در اختیار الله است لشکرهای آسمان ها و زمین. کل لشکر اگر ملائک است، اگر او چیزای دیگری است، در اختیار الله است. میتونه یک قوم هلاک بکنه، یا توسط ملائک، یا توسط باد، یا توسط زلزله، یا توسط آواز هیبتناک. این کلش لشکر الله است و در اختیار کیست؟ الله اینه میتونه میکنه. لشکرها پیش الله است. پس وقتی که لشکر پیش الله است، الله قطعی لشکر خود امدادی تا میکنه. و کان الله علیما حکیما، است الله علیم، میدانه که موقع نصرت و پیروزی کدام است. حکیما، حکمت والا است، یعنی الله تبارک و تعالی مطابق حکمت شما را پیروزی نصیب میکنه. چرا؟ چه حکمت است؟ اینجا معلوم میشه که مؤمن است که منافق است. اینجا معلوم میشه که کی خلاف طبع امر پیغمبر ترجیح میده، ولو که نفسش خواهش نداره، لیکن فرمان پیغمبر است. اید با چشم سر میبینه که برای ما بیغیرتی معلوم میشه، با چشم سر میبینه که اینی شرط مناسب عالی من است، لیکن چون که دستوری کیست؟ پیغمبر است. اینجا معلوم میشه لیدخل المؤمنین والمؤمنات، که داخل کنه نظر به دولت اطاعتشان، که مکمل فرمانبرداری از پیغمبر میکنه، اگرچه طبیعتشان آراسته نیست در این مورد، این شرایط نمیپذیره، خو لیکن طاعت از پیغمبر میکنه که داخل کنه الله مردای مؤمن و المؤمنات، زنان مؤمنه. اشاره میکنه که زنان در یک میدان مبارزه علیه کفر دشمن همینطور نیست که علایده باشه، بلکه زنام حصه داره در اینجا. جنات تجری، داخل کنه در باغا که روان است، من تحتها در زیرش الانهار و جویا، خالدین فیها، همیشه در این جنت ها باغا می باشه. و یکفر عنهم سیئاتهم، دور کنه الله از یا سیئاتهم، همون کوتاهی قصور گناهایشان. چقدر نیکبختی است. و کان ذلک عند الله، هستی نمی بنزد الله تبارک و تعالی که محو گناه شود، داخل در جنت شود، فوزا عظیما، کامیابی خیلی بزرگ. و یعذب المنافقین، عذاب
بده منافقا مردای منافقه و المنافقات زنان منافقه نونو چونو چراوی گپا میکنه اطاعت الله و رسول نمیکنه و المشرکین و المشرکات مردای مشرک زنان مشرکه کدام کساره الظانین بالله که گمانا میکردن در مقابل بالای الله ظن سوء گمانای بد. یکی گمان بالای خود است، گمان بالای خود خوب است، انسان سری خود گمان کنه که نه عبادتت به اون منزله نیست، تو قدر منزلت نداری، ترس از الله برات پیدا میشه. یکی گمان بالای دیگر است، این غلط است، سری دیگرها گمانی بد نکنی. یکی گمان سری الله است، گمان سری الله بدش بد است نیکش نیک است. اگر نیک گمان داری که بله گناهگار خواستم خب بالکل الله مرا بخشش میکنه، اگر نیک گمان داری به الله که الله تبارک و تعالی مرا هدایت میکنه، این خوب است. اگر گمانی بد داری نعوذ بالله میگی که اینمی چیسته، این جهاد خوب نیسته، چرا ما را امر به این طرف میکنه یا اینمی کار بر ما غلط نمایان میشه، این را منافقین میکنه. الله میگه علیهم دایره السوء، منعکس افتاده بالایشان، علیهم بالای خودشان دایره السوء گردشی بد است. دایره میگه حوادثی بده، حوادث نیک باشه یا بد، اینجا به معنای بد است که سوقتش آمده. و غضب الله علیهم، الله سرشان غضب کرده بالایشان، و لعنهم دور کرده از رحمت خاص یاره، و عد لهم جهنم آماده کرده برشان جهنم، و ساعت مصیرا خیلی بد جای بازگشت است جهنم. ولله جنود السماوات، خاص در اختیار الله لشکرای آسمان ها و الارض از زمین. تسلی میده مومنا را بله الله که بخواه کسی را کامیاب میکنه به مختلف صورت و زمینه کامیابی را برشان مساعد میکنه، مثل که در اینجاست حالت شکست آور بدل کرد به چی؟ غلبه و فتح. و کان الله، هست الله عزیزا زبردست ذات، میتونه فضای شکست آمیز باشه و را به فتح آمیز بدل کنه. حکیم و حکمت و لاسو مصلحت را میدانه. اگرچه صلح حدیبیه در ظاهر هیچ مصلحت دیده نمیشد، لیکن فرمان الله بود مصلحت های زیاد پیدا کرد. ان ارسلناک آل مقام و منزلت پیغمبر بر ما بیان میکنه. ان ارسلناک، تو را روان کرده به پیغمبر علیه السلام شاهدن بیان کننده دین، تمام تفصیلات دینه به مردم تو بیان بکو. یک مانا راجح هم است، شاهدن گواستی در روز قیامت بالای امت تزکیه میکنی، شاهدن گواستی بالای امت در حالت حیاتت امتی راهنمایی میکنی، نمیگذاری کاری غلط بکنه. و مبشرا، خوش خبری دهندستی، مجد دهندستی به کسانی که دعوت تو را میپذیره. و نذیرا، به کمال دلسوزی بیم دهندستی کسایی که دعوت نمیپذیره. چرا روان کردیم؟ لتؤمنوا بالله، که شما عقیده کنی به یک الله، امو الله را که چنان پیغمبر معرفی میکنه امو رقم ایمان بیاره، و رسولی به پیغمبرش ایمان بیاره. اشاره میکنه ایمان تفصیلی را پیغمبر واضح میسازه، به اتباع پیغمبر ایمان تفصیلی حاصل میشه، بدون از او حاصل نمیشه. چه مقام داره پیغمبر؟ و تعذروه و توقروه. دو ترجمه است، بعضی مفسرین را با همراه پیغمبر و الله اردویش میگه. شما تعذیر یعنی نصرت الله را بکنه، مراد است بشش دین الله است، یعنی دین الله را نصرت کنه. نصرت الله به این میشه نفی کنی ولد و شریک به همراه الله، نعوذ بالله، و همچنان رد بکنی بالای دلایل مشرکین. این نصرت الله است، او نصرت الله رسول الله است. مردم منع کنی که مخالفت روش پیغمبر نکنه، مخالفت روش پیغمبر نکنه، و همچنان سنت رسول الله را و نادیده نگیره، شبهاتی که سری سنت وارد میشه را دفع کن. این را تعذیر میگه. و توقیرو، شما توقیرو چی؟ تعظیم بکنی الله را و رسوله. الله را توقیر کردن، نام الله را چیسته خب به عزتمندی گرفتن، این را توقیر الله میگه. خاص نمودن بندگی برای الله، ایمان بر صفات کامل الله تبارک و تعالی. توقیر پیغمبر این را میگه که به نام پیغمبر آواز نده که یا محمد بگو، یا حبیب الله، یا نبی الله بگو، اینطوری آواز بده. یکی در وقت نام گرفتنش درود بالایش بفرست، احترام به سنت و طریقی ازو بکو، سلام بالای پیغمبر بگو، تابعداری مکمل سنت ازو را بکو. این توقیر پیغمبر است. لیکن راجح قولی است که در تعذروه و توقروه این ضمایر راجع به پیغمبر است. حق پیغمبر الله بالای ما بیان میکنه ای امت. و تعذروه، نصرت کنه پیغمبر علیه السلام. نصرت پیغمبر این میسته در وقتی که حیات است، هر امر و فرمانش بپذیر، در جهاد امرای شریک شو، مال برات امر میکنه مصرف کو.
وقتی که موجود نباشه، حیات نباشه، آل دفاع کو از راه و روش پیغمبر، دفاع بکو، شبهه که سرش وارد میشه او را دفع بکو، برای احیای سنت رسول الله آل اقدام بکو، مثل که آل شما اینمی قسم کرده رویستی الله نصیب ما بکنه. و توقرو تعظیم کنه پیغمبر. آلی خو پیغمبر زنده نیست که ما دستایش بوسه کنیم، اونجا تکیه برش بگذاریم، پای پوشش برابر کنیم، میمانی لکس برش بدیم، احترام و تعظیم بکنیم. بله. و توقرو تعظیم کنه پیغمبر به سنتش، سنتش که برات معلوم شد بالکل به کمال محبت او را عمل کو، از سنتش دفاع بکو. اگر کسی نفرت میکنه از سنت، قطع از او جنجال کو، شبهش دور کو، دعوت بده به سوی سنت رسول الله، طریقه هایش زنده کو. اینی حق پیغمبر بالای ماست که ما پیغمبر چه رقم سنتش زنده میکنیم، عام میسازیم در بین مردم. دعا بکنی که الله توفیق بده که یک مرکز دوره حدیث الله نصیب به شما بکنه که دوره حدیث هم شود. و تسبحوه بکرتن، به پاکی یاد کنی الله تبارک و تعالی را بکرتن صبا و اصیلا بیگا، یعنی در تمام اوقات پاکی الله را بیان کنی. پاکی الله را چه رقم بیان کنیم؟ نسبت پاکی را به الله بکنی از هر قسم شرک و عیب و نقصان، یعنی عقیده توحید الله را نشر و اشاعت کنی در هر زمانه در هر موقع. اینی تسبحو است. ان الذين يبايعونك، یقینا کسانی که بیعت میکنن برای تو پیغمبر علیه السلام، انما یبايعون الله، یقینا بیعت با الله میکنه. چرا؟ به خاطر که بیعت با تو بیعت با الله است، به خاطر که فعل و قول پیغمبر به حکم الله تبارک و تعالی است. ید الله فوق ایدیهم، دست بلا کیف الله بالای دست بلا کیف مؤمن است. یعنی این بیعت مثل که با امرای الله تبارک و تعالی کرده، این بیعت پیغمبر با مردا به دست کرده، با زنا به قول کرده به زبان. ایج وقت دست پیغمبر در دست زنی بیگانه نخورده. عایشه رضی الله عنها میگه ای قسم والذی نفسی بیده ما مس ید رسول الله ید امرأة قط، مسا نکرده دستی پیغمبر دستی یک زن هیچگاه هم از بیگانه را. آلی پیرای گمراه برآمده به زنا چی میده؟ او را خود چی میکنی که میگه ای اگری طور نشه بیعت نمیشه. بیعت خوب پیمان است، عهد است، در زبان هم میشه. یادتان باشه او بیعت ها برای چی بود؟ بگه جهاد بود. بیعتی که پیغمبر با زنا کرده او هم میاد سپاری 28 ان شاء الله برای نه گناه کردن. اینطوری بیعت ها درست است. خب بیعت تا بیعت فرق داره. بیعت پیغمبر برای جهاد بود. اگر تو مرا بیعت میکنی که در اینجا دینی مرکز دور بخو، چادر در سر پرتو هو 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 هو، اینطوری بیعت در دین نیست. بیعت برای مجاهده است، برای مقابله با کفار است، با فساد است. با اینی طور بیعت درست است. اینطوری بیعت ها درست نیست که فقط هو بگو خیر و خلاص او تو از جهاد و سنگر منع بکنه. فمن نکث، اگر کسی میشکنه ای بیعت، فانما ینکث علی نفسی، یقینا میشکنه ای را به تاوان نفس خودش، الله ضرورت برش نداره. و من اوفا، کیست خیلی پورا کننده وفا کننده، بما به او چیزی که عهد علیه الله که معاهده کرده پیمان بسته بالایش امرای الله تبارک و تعالی. اینجا هو ضمیر چی زما ورده به خاطر نام الله. فسیؤتیه اجرا عظیما، زود است که الله برش بده اجر عظیمه، بزرگ اجر. اگر به پیمانای الله تبارک و تعالی چی میکنه؟ وفا میکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.